رضاگی خداوند و زندگی زن و شوهر مانند یک سکونجه هست. رضاگی و خوشنودی خداوند در قله است و در دو کنج دیگر زن و شوهر هستند. چقدر که آنها به خداوند نزدیک شوند، همانقدر علاقه آنها زیستر و بهتر و مهربانتر می شوند. برای همین سه کنجه زندگی را هرگز فراموش نکنید. در دو کنج زن و شوهر می ایستد و در قله آن چی می ایستد؟ تقوا و خداترسی و رضایت الله یگانه. برای همین سرقانون زندگی ما و شما باید چی باشد؟ سرچشمه حیات ما و شما، استناد ما و شما اسلام باشد. هر مشکلی که به زندگی دچار میشویم، زن و شوهر با هم محاوره کنند، با هم صحبت کنند. همسر عزیز، بیا همین مشکل را به اسلام رو بیاریم که اسلام چی میگوید. پیامبر اسلام به ما چی گفتند؟